خب رسیدیم به بخش معرفی ابزار و متریال کارمون عزیزان. اول بهتون بگم که سنگ مصنوعی یا همون کانکریت میتونه توی زمینهای مختلف کار کنیم باهاش. یعنی اینکه میتونیم در زمینه ظرف‌های دوکوری، هفسین، تولید سینگ و رشویی، نما، ساختمان، نمای داخل، نمای خارج، کلا میتونیم در 4 دسته ما فعالیت کنیم. فعالیت ما در دوره که من براتون گذاشتم دوره اکسسوری ها و ظروف دکوری هستم. نمای داخل و خارجم یه بخششه و یه بخش دیگه که خدمتتون عرض کنم روشویی و سینک هستش و کلن بخش های متفاوتی داره سنگ مصنوعی که ما با بخش های دیگهش کار نداریم و در این بخش فقط میخوایم که به معرفی و ابزار متریال کار بپردازیم. خب دوستان، ما یه سری پودرها داریم، پودرهای هنری که بهش میگن پودر آلفا یا متا یا دلتا یا آلفا پلاس که ما اینجا با پودر آلفا کار میکنیم. ولی خب من در این بخش بهتون اینو بگم توی پرانتز، این که ما پودرهای دستساز هم داریم، پودرهای دستساز که خب پس ما به قالب‌های سیلیکونی نیاز داشتیم و قالب‌های تلقی و پودر هنری و پودرهای هنری هم که بهتون نشون میدم و اینکه ما به یه سری براش ها هم نیاز داریم برای رنگ آمیزی یا حالا برای زدن لاک سنگ یا پرایمر. ما برای اینکه کارامون استحکام زیادی داشته باشه از پرایمر استفاده میکنیم و لاک سنگ. خب این لاک سنگمون هست که ضد آب و براق کننده هم هست عزیزان و باعث میشه که کارامون ضد آب بشن، به خصوص برای سرویس بهداشتی و برای کلا کارایی مثل گلدون که زیاد با آب سر و کار دارن. خب ما به براش که نیاز داشتیم، براشامون باید از براش های نرم استفاده کنیم. براش های آرایشی ترجیحاً نرم و بهتر هستن برای استفاده و کارمون که رد قلم روی کارمون نمونه. ما به پرایمر نیاز داشتیم. پرایمر حلالش عزیزان آب هست و با آب ترکیب میکنیم، 1:1 ترکیب میکنیم با آب و استفاده میکنیم. خب عزیزای دلم، حلال لاک سنگم یادم باشه بهتون بگم که تینر هست. ببخشید من تینر رو بیارم. ببینید تینر 20,000 فوری هست که باید استفاده کنیم و حلال لاک سنگمون هست. خب رنگ های پودری هم بهتون بگم. رنگ های پودری که برای خب به پودرهای رنگی نیاز داشتیم، به پودرهای رنگی حالا متفاوت که برای داخل ملات و رنگی کردن ملات استفاده میشه که تنوع کار توی بازار زیاده و قیمتشون هم خیلی زیاد نیست. و همینطور به براش که بهتون گفتم، نمیدونم گفتم نگفتم، به چیز نیاز داریم، سنباده نیاز داریم. سنباده هامون 400 و 180 و کلن متفاوت هستن که زبتر و نمتر هستن. 180 زبتر هست، 400 600 نمتر هستن که میتونیم پی 180 استفاده کنیم برای اینکه کار دور کار رو سنباده بکشیم و
صاف و نرم بشه، یعنی این زبریا از بین بره. خب دیگه چی نیاز داشتیم؟ آها، شاپان نیاز داریم، برای کارهای چوب نیاز داریم، شاپان استفاده میکنیم برای طرح چوب که تینر هم همین تینر 20,000 که حلال لاک سنگ یا ضد آبمون بود، حلال شاپانم هست. خب دیگه خدمتتون هر چیزی که جا مونده باشه. آها عزیزان، ما به ترازو بخش مهم کار ماست که برای وزن کردن. البته من از این ترازوهای آشپزخانه میتونید استفاده کنید شما عزیزان. من از این ترازوها استفاده میکنم که خیلی اوکیه و لازم به ذکر است که یک سری مواد و ابزاری که نیاز داشتیم پودر هنری بودن که آلفا، متا، دلتا داریم، آلفا پلاس داریم که ما اینجا با آلفا کار میکنیم. و این که بهتون بگم آب و پودر هنری رو به نسبت که ما طبق فرمول به دست میاریم با هم مخلوط میکنیم و یک کار شیک و زیبا تحویل میگیریم. ابزار هم برای هم زدن میتونیم که از قلم استفاده کنیم و حالا چنگال، قاشق یا هر چیزی که بتونید باش به هم بزنید. رنگ ها که سه نوع بودن: پودری، مایع یا خمیری، اکریلیک بودن. ورق طلا یا طلا که طلایی و نقره‌ای و مسیش هست میتونیم استفاده کنیم برای دیزاین کارهامون، یا پیگمنت رنگی یا اکلیل و اینا دیگه سلیقی هم پیگمنت های رنگی. الیاف میتونیم استفاده کنیم برای استحکام کارمون. پودر تیتان هم میتونیم استفاده کنیم برای سفیدی کارمون که اینا من توی جلسات بعدی حینی که دارم کار میکنم و آموزش های بعدی بهتون توضیحات لازم و حین کار میدم. بچه ها حتما سنباده زبر و خشن پی 2000 داریم، پی 600 داریم، 180 داریم، 400 1000. 180 که زبتره به و نرمترش مثلا میتونیم 600 یا 400 استفاده کنیم. خب چون من برای پودهای دستسازی که میسازم با وزن بالاتر میسازم و از این ترازوها استفاده میکنم. خب اگه چیزی رو از قلم انداخته باشم بذارید ببینم. نه چیزی از قلم ننداختم. آها، آب نیاز داریم، آب و پودر که من آبو کنار دستم گذاشتم. آب، پودر هنری و چیز خاصی نیاز نداریم، فقط آب و پودر هنری و رنگ پودری یا رنگ خمیری ژله‌ای که برای توی کار برای رنگ دار کردن کارمونه و رنگ های اکریلیک هم نیاز داریم عزیزان. رنگ های اکریلیک برای روی کار زده میشه و اکریلیک پای آب هستن، فقط و فقط برای روی کار زده میشن. به هیچ عنوان رنگ های اکریلیک داخل کار زده نمیشه. فقط میتونیم از رنگ های پودری و یا خمیری یا ژله‌ای هم توی بازار بهش میگن برای رنگ دار کردن یا توی کار استفاده کنیم. خب این از بخش معرفی ابزار و متریال کارمون. انشالله در جلسه بعدی آموزش کار با پودر هنری رو بهتون آموزش میدم که همچین سازه های زیبا و خوش نقش و نگاری رو شما بتونید برای خودتون در خونه بزنید.